ببخشید. امیدوارم واقعا لایق تشویقای شما باشم. راستش من با معلمای دیگه که همین الان بینتونم نشستن خیلی فرقی ندارم. در اصل چه شما به عنوان اولیا چه ما به عنوان معلما یه هدف داریم، اونم تحقق رویای بچه‌هامون. اجازه بدید اعترافم بکنم که واقعا متاسفم تا الان تو این محافل کمرنگ بودم، حضور نداشتم. خب چون جلسه‌های این چنینی که اتفاق میفته معمولا خیلی باب میل من نیست، چون بیشتر خب سمت مسائل مالی میره. منم عضو مدرسه هستم اما به واسطه یه تدریس برام مهمه که بچه‌تون چی یاد میگیره. یعنی زمین کار من کلاسه، اونجا تریبونم بازه، اینجور جا نمیام، غیب میشم، میپیچونم. راستش اگه امروز اومدم چون واسم مسئله است. درسته بچه‌ها توی این سن راحت طلبن، اما هم باهوشن هم بامزن هستن، انگار یه جوری از سال قبلیاشون هم با ادب‌ترن. دست گلای شما رو عرض میکنم و اینا واقعا محشرن. اینا حتی به من معلمشون هم یه درس یاد دادن که سینا در بیا از سیاه چالت. امروز اینجا وقتی وایسادم حس کردم که شاید حرفام خریدار دارن. داشتم فکر میکردم که چی براشون به صلاح نیست، دارن بزرگ میشن، اما تو چه جهانی؟ پاره تنتونن، جونتونن، نگرانین. اما هممونم تو اون سن بودیم دیگه، یه زمانی بزرگ شدیم. الکی سرمون گرمه، دستمون بنده، خیلی چیزا از کفمون رفته. از مهمتریناش همون رویاهامون بودن، رویای بچگیمون. تا کجا بامون اومد؟ ببینین این دنیا دیگه هیچ منطقی نداره. تو یه لحظه میتونه که همه چیز خراب شه، همه چیزا، هر چیزی، حتی نقش والد به عنوان یه نقش جدی. والدی که امنیت رو برای فرزندش کرده هجی. در سوستر از شما برای بچه‌تون هست مگه کسی؟ خب طبیعی از تجربهاتون درس گرفتین، بعد نشستین احتمالاً کلی تر نوشتین که آینده چی، رفاه چی، سرنوشت چی، مثلا ماشین قیمتش چقدر، خونه چند متری، برنامه ریزی، سرمایه گذاری با کلی نظم فکری تا عاقبت به خیر بشه این بچه طفلی. همین نگاه رایج از جایگاه اجتماعی و از پرستیژ ممکنه که به آنی بشه ختمه به هیچ. ممکنه که احتمالش هم بالاه، ولی از خودگذشتگی شما یه تکه پازل اما داره، یه تکه پازل مهم که نقطه تلاقیه. این تکه پازل مهم جواب دادن به یک پرسش حیاتیه. این که این زندگی که میکنم همون رویاییه که از دلم واقعا میاد، یا خیال پردازیایی بود که پدر مادر میخواست. ما امروز در ثانیه یه شروع مهم و اساسی میشه، اشتباهی هیچ توجیهی نداره، حماقته اگه دورتو نشناسی. اینجا پر از ظرفیته، همین قدم ما تو خطریم، هیچ کسی واسه ما دلش نمیسوزه. سرسری نگذرین، مسیر رو پر از سله است. از الان آماده باشیم، فکر کردین سالوها که تا الان مکیدن یه گوشه میشینن تا ما بسازیم؟ نه، اونا باهوشتر از چیزی که فکر بکنیم. خوره علم مناسیریش تکنولوژی، سودشون اینجا تو خفا میبرن سفره ملت و این میشه به تو توهین. فکر من و تو رو هوا میزنن چه برسه به توسعه کشور و سیریه یه قوم و ایل. این جغرافیای عهد واضح ما بین شرق و غرب حاضر، برا مردمش یه جعبه رازه ولی برا غریبه ها درش بازه. یه بچه واضح این اقلیم میتونه گنج بسازه و ما وایسادیم تو نقطه شرط لازم. خیلی خوب من آمادم،
مردمو بذاری دولویت. خیلی خوب منم آدم، کشورم نباید منزوی کرد. کنار تو فوق دیدم، تو بگی برو و میرم آمیه این راه رو بینم. قله ها نوبتی فتح، پشت سرم دشمنی هست چون سرم پر از ایده است. خیلی جاها فرصتش بود که فقط فکر کنم به منفعتم. کارش یه امضا بود من نزدم، تو هر قدمم وطن پرست، نه غیر از اینو میخوام نبلدم. جالبا یه همچین آدمی ممکنه بشن؟ تصمیم خودته، هر انتخاب تو خودش یه قصه است. آینده تو شده این من. یعنی یه آدم مهم کشور؟ آره، کجاشو دیدی رو سرت میشینه این کلا و این ریش و جواب همه ی دزدا رو میدی؟ بگو به خدا قول میدی؟ چون میخوام مقاوم ترشم اگه یه موقع یه کسی بالامو بس. میخوام هم سن تو شدن دوزا که سهلن خیلی کار کنم. مثلا نمیفهمم چرا خیلی از دوستام و خیلی از بچه‌ها نمیدونم مثلا از کجا بلدن اگه یه موقع یه چیز ازم میخوان یه جوری ازم یه تعریف میکنن که نمیشینه اصلا به جیگرم. نگاه به خدا میدونم که چی کلکه ها، میفهمم که میزنن نگاه، اما هی به خودم میگم که اشکالی نداره یکی طلب ما. هی به خودم میگم که اشکالی نداره تا جایی که میشه بری فقط بساز اول با بزرگا بشی طرف حساب، بعدش قانون جدی ترم بذار. من همین کارو کردم، خیلی هم قوی رامو رفتم. اینی که راجع به بچه ها میگی که میفهمی تظاهرم، آدم بزرگا که شورشو در بردن که چی بشه آخه این همه کلمه این همه صفت رو بریزی تو جمله لازم خدایی. مثلا کیمیا اثر، جهان متا، نظیر البنک و وقار و سلطنه، تازه اسم و فامیل. که قانون گذاشتم این چیزا ممنوع، خیلی ساده و بیریا ممنوع. دیدی آدم بود؟ ولی این روزنامه ایرانم که زدم، البته هر کی سیاستی داره برای بازیش، دستور دادم اگه کسی اونجا میخواد اسممو ببره فقط باید بگه میرزا تقیخان فراهانی. خب کلی فکر دیگه داره میاد. پول تو جیبیم. از کجا میدونی؟ چطوری آخه؟ معلومه راجع به همه چی میدونم. قلب تو، دل تو، فکر و خیال تو همیشه بودی وسط سینم. با خودت حرف میزدی منم شنیدم، همشو یادمه، هیچ کدومشون از سرم نمیرن. بالا رفتن و رو درختا، بدو با طول سگا، سرگرم با یه چوب یه تناب و سنگ پرد با هم به چون تبا. جنازه میرسم خونه شبا اما نواسه بازیه توی حیات، چون بابا میگه کار خوبه برات. من از آشپز خونه فرار و باز لباسام میگیره بوی غذا و با خودم میگیرم یه گوش عصا که دوستای منم اینجوری هستن. نگاهشون کن سوار اسبم دارن میرقصن بساط شطرنج، کاری هم ندارن اصلا، فکر نمی کنن به دسترنج. توی این مسیر صعب العبور همین برگ برنده من و تو بود. آره این جماعت خوشم، ولی چون همه نوع رفاهی مجانی داشتن بد عادت شدن. فکر میکنی نبود عواقبش بد؟ پول تو جیبیه شد حقوقشون، جیب باباشون شد خزانه کشور. جلوشو همو گرفتم. من از اون خونوادم، از این رگ و ریشم، از اون شجر نامه و تبار اسمم. کار نکنی و حقوق مفتی یعنی خلاف منافع ملت. آدم اندازه یه تلاشش زنده است. حواست بمست. یه قانون جدید براش نوشتم تا از این خبرها نباشه منبت. یه قانون خوب، نه که بگی فقط برای عده است. نه، پایین ترین تا بالاترین مقام و سران با تمام دقت. هر حقوقی که نداره علت مداخلش قطع. حتی خودم و شاه، حتی خود مادر شاه. این یعنی جهان بهتر. خب از همه چیزو بگو، همه چیزو میخوام ببینم تو تهش چی شد. دوست صمیمی پیدا میکنم؟ خانواده‌ام چی؟ به اینجا رسیدم چه حالی شدن؟ راجع به چی میگن؟ اصلا عاشق کی میشم؟ اونی که میاد تو قلبم بگو کیه؟ وایسا، مرگم چجوریه؟ شدنی نیست، اجازه ندارم. بذارش برا بعد. همینایی هم که تا الان گفتم زیاد روی بود. اما یه حرفایی رو باید بزنم، میخوام بشنویشون. مسیر ما ادامه داره، آخرش با شکوه. خسته نشو، تقلا کن با همه تار و پودت. من همونی که تو از ته دلت ساختی شدم. آیندگان به من و تو
افتخار میکنن. سینا سایی